برای محاسبه متراژ پارچه برای دامن‌های کلوش باید مقدار شعاع دایره، یعنی همین مقداری که توی فرمول به دست میارید و با قد دامن جمع ببندید و اون عدد هر چی که به دست اومد با نصف عرض پارچه‌تون که معمولا حالا عرض پارچه ها 1.5 و نصفش میشه 75 سانت با 75 سانت مقایسه کنید. اگه اون مقدار کمتر از نصف عرض پارچه یا همون 75 سانت باشه، برای بارش دامن نیم کلوش شما میتونید پارچه رو به این صورت به طول تا بزنید، ترکی روی ترکی قرار بدین و چون توی این قسمت شعاع دایره و قد دامنتون جا میشه، یعنی کمتر از 75 سانته، کمتر از نصف عرض پارچه است، به راحتی میتونید توی این قسمت یه دامن نیم کلوش رو طراحی کنید و مقدار پارچه برای یه دامن نیم کلوش توی این حالت میشه یه قد دامن به علاوه یه قد شعاع دایره. اما اگه مقداری که اینجا به دست میارید بیشتر از 75 سانت باشه، دیگه نمیتونید پارچه رو به این شکل تا بزنید، چون اون مقدار توی نصف عرض پارچه‌تون جا نمیشه و باید پارچه رو بیاین و به عرض به این شکل تا بزنید که در این حالت متراژ پارچه‌تون میشه 2 قد دامن به علاوه 2 قد شعاع دایره. این یه قد دامنتونه و یه قد هم که لایه زیری پارچه‌تون میشه، پس میشه 2 قد دامن به علاوه 2 قد شعاع دایره. حالا برای دامن تمام کلوش هم دقیقاً به همین شکله. باید اینجا مقداری که به دست آوردین رو با 75 سانت مقایسه کنید. اگه کمتر باشه میتونید به این شکل پارچه‌تون رو ابتدا به طول تا بزنید، ترکی روی ترکی قرار بدین و چون باید برای دامن تمام کلوش پارچه 4 لا بشه و بعد یه تای دیگه به اندازه قد دامن به علاوه شعاع دایره‌تون میزنید و پارچه رو 4 لاش میکنید و توی این قسمت دامن رو طراحی میکنید. حالا ببینید مقدار در واقع مصرف پارچه‌تون میشه 2 قد دامن به علاوه 2 قد شعاع دایره. اما اگه به این شکل در واقع شما نتونید پارچه رو تا بزنید و مقداری که به دست میارید توی این قسمت بیشتر از 75 سانت یا همون نصف عرض پارچه‌تون باشه، در اون صورت باید بیاین پارچه رو به این شکل به عرض تا بزنید و برای اینکه یه دامن تمام کلوش داشته باشید باید 2 تا دامن نیم کلوش رو ببرید و به هم دیگه وصل کنید که در اون صورت متراژ پارچه‌تون میشه 4 قد دامن به علاوه 4 قد شعاع دایره، یعنی متراژ پارچه‌تون دقیقاً 2 برابر میشه. پس همیشه برای محاسبه متراژ پارچه برای دامن‌های کلوش، حالا چه تمام کلوش باشه چه نیم کلوش، حتما باید مقداری که توی فرمول به دست میارید یا همون شعاع دایره با قد دامن جمع ببندید و با نصف عرض پارچه‌تون که حالا معمولاً 75 سانته مقایسه بکنید.